با سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. فاطمه بقایی هستم از کانال آموزشی فرانتما. توی این دوره قراره به صورت پروژه محور با هم یک وبسایت بسازیم، اما قبل از اینکه وارد پروژه بشیم لازمه یک سری مفاهیم پایه و ساده رو آموزش ببینیم. توی این جلسه و جلسه بعدی در مورد یک سری از تگ‌های HTML با هم صحبت می‌کنیم. این که چی کار می‌کنن؟ یا مثلا می‌خوایم یک متن رو توی صفحه نمایش بدیم و یه عکس بهش اضافه کنیم. زیاد وارد جزئیات نمیشم، فقط در حد این که وقتی رفتیم سراغ پروژه اصلی با کدها غریبه نباشید و بدونید که چه کاری انجام میدن. زیاد خستتون نمی‌کنم، بریم که شروع کنیم. خب برای شروع کار قبل از نوشتن پروژه یا تمرین ما نیاز به نرم افزار داریم، پس نیازه که یک سری توضیحات کوتاه براتون بدم. نرم افزارهای خیلی زیادی وجود داره که کار کدنویسی رو برای ما راحت میکنه، در واقع باعث میشه خطاهای ما کاهش پیدا کنه. ما یک مجموعه برنامه داریم به نام IDE که معروف ترین نرم افزار این مجموعه VS Code هستش، ویژوال استودیو کد، مربوط به مایکروسافت هست و برای انواع و اقسام زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده قرار میگیره. نرم افزار دیگه‌ای داریم به نام وب استور. اینان اسم نرم افزارهایی هستند که داخل مجموعه آیدی وجود دارند، یا نرم افزاری مثل اتم، پایچارم، PHP استور که هر کدوم از اینا برای توسعه انواع و اقسام زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده هستش. البته هر کدوم از اینا برای هدف خاصیه، ولی خب میتونید برای همه زبانها از VS Code استفاده کنید، اما بقیهش مختص یک تکنولوژی خاص هستش. مثلا وب استور مخصوص کارهای فرانتی هست، برای توسعه فرانت به صورت حرفه‌ای. اگه شما لیست آیدی رو سرچ کنید کلی مورد براتون میاره بالا، ولی خب اینایی که من گفتم پرکاربردترینش هستن. حالا IDE چی هست؟ مخفف Environment Development Integrated، محیط توسعه یکپارچه. خب حالا بریم سراغ نرم افزاری که ما قراره باهاش کار کنیم. ما توی کلاسمون از وب استورم استفاده میکنیم. چرا؟ چون داستانش فرق میکنه. قابلیت هایی که نسبت به VS Code به صورت اختصاصی، به صورت آماده داخلش وجود داره خیلی بیشتره. یعنی تا جایی که من میدونم آدم هایی که به صورت حرفه‌ای در زمینه فرانت فعالیت میکنن از این نرم افزار استفاده دارن. ولی خب شما با هر کدوم که احساس راحتی دارین نصب کنید و استفاده کنید. برای اینکه شما VS Code رو نصب کنید کافیه توی گوگل بنویسید VS Code. من اینجا قبلا سرچ زدم، الان دوباره برای شما سرچ میکنم. اولین سایتی که میاد بالا سایت خود ویژوال استودیو هست که بر اساس نوع سیستمی که شما مشاهده میکنید سایت رو خودش گزینه دانلود رو براتون نمایش میده. روی قسمت دانلود که بزنید فایل اگزش میاد، شما میتونید با دابل کلیک نصب کنید. خوبی که داره بسیار سبکه و مخصوص سیستم های قدیمیه، به راحتی میشه نصبش کرد و هیچ کرکی نیاز نداره. اما چجوری وب استورم رو بگیریم؟ من غالبا از سایت صاف 98 میگیرم. توی قسمت جستجو بنویسید وب استورم. وب استورم مال شرکت جت برینز هست که یکی از بهترین شرکت هایی که کارش توسعه آیدی هست و خیلی چیزهای دیگه. مثلا دات نت کارا خیلی بهش علاقه دارن. شما آخرین نسخه رو میگیرین که نسخه تریال هست، پولیه، ولی خب توی کشور ما چیزی که پولیه رو میتونیم به صورت رایگان بگیریم. کرک کردنش هم خیلی ساده است. گزینه‌های پیش‌فرضش رو اصلا دست نزنید موقع نصب، نکست کنید و بعد اینستال. نکته‌ای که وجود داره وقتی نصب شد ران نکنید و فینیش رو بزنید، چون باید کرک کردنش رو انجام بدین. فایل کرکش رو وقتی دانلود کردین اکسترکت کنید. خب یه پوشه‌ای داره، ببینید اینجا توضیحات رو هم داده. یه پوشه‌ای داره به این نام. پوشه رو میبرین توی درایو سی کپی میکنین.
ببینید پوشه رو من اینجا کپی کردم. بعد میگه توی توضیحات صاف 98 هم که اگر ببینید میگه یه پوشه‌ای داره به نام اسکریپتس. پوشه رو باز میکنید، 2 تا فایل رو باید اینستال کنید. یکی اینستال آل یوزر و دومی اینستال کارنت یوزر هستش. اولین فایل رو که دابل کلیک کردین یه گزینه یس داره. گزینه یس رو میزنید، یه صفحه‌ای باز میکنه، دوباره اوکی میزنید. بعد از چند دقیقه، شاید 1 الی 2 دقیقه صبر کنید، صفحه جدید میاره، اون رو هم اوکی کنید. فایل دومی هم به همین صورت هستش. دابل کلیک کردین، اول یس میزنید، یه صفحه براتون باز میکنه، اوکی میکنید، دوباره بعد از 1 یا 2 دقیقه یه صفحه جدید میاره و اونو هم اوکی میکنید. به همین راحتی کرک میشه. الان در واقع وب استورم ما نصب شده. برای اینکه بدونید وب استورم شما دیگه نسخه 30 روزه نیست، وب استورمتون رو باز کنید. برنامه رو که باز میکنید، من چون برنامه رو نصب کرده بودم از قبل، یه سری فایل ها خب داخلش هست، ولی خب شما دفعه اول که باز میکنید برنامه رو، همچین صفحه‌ای براتون باز میشه و این لیست از پروژه رو نشون نمیده. نکته‌ای که گفتیم وجود داره، ببینیم درست کرک شده، میرین توی قسمت تنظیمات، یک گزینه‌ای داره به نام منیج لایسنس. باز کنید. باید یه همچین تاریخی رو به شما نمایش بده که تا چه سالی شما میتونید از این برنامه استفاده کنید. اگه این تاریخ برای شما نمایش داده نشه، یعنی نصبتون مشکل داشته و دوباره باید نصب رو انجام بدید.